درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 28. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش مولا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کلابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین مولا امان نام کلابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. مرثیه مخمس. تا کی ستیزه سازی ای چرخی بی مروت، بر دوش من گذاری باری هزار مهنت. سیلی غمم برافکند بنیاد صبر و طاقت، نی ذوق حشمتم ماند نه آرزوی شوکت. آخر چی ماتم است این بر شاخ و بر رعیت؟ امروز کینه سر کرد با من سپهری گردان، بر شمع بزم عیشم گیتی فشاند دامان. داغم نهاده بر دل صبرم ربوده از جان، یک سو فراق احباب یک سو وداع جانان. یاران چه حال بر من یک روز دو مصیبت. تا روزگاری غدار آیین فتنه را ساخت، دو سرو نوجوان را یک یک ز پا در انداخت. بر دودمان شاهی طغرای کینه افراخت، دلهای سروران را از فکر عیش پرداخت. پیشانی طرب ماند بر زانوی ندامت.
زین پیش آفتابی در ابر غم نهان شد، صد چشم خون ز هر چشم در ماتمش روان شد. این بس نبود بازم داغی دگر بجان شد، کز بوستان اقبال دو تازه گل خزان شد. افتاد آتشی غم اندر بنای عشرت، ساقی شرابی صافی بر خاک تیره انداز. مطرب به زخمه تار قانون عیش منواز. شاهد به غازه کاری رخسار خود مپرداز. ای نوحگر زمان بنشین و نوحه آغاز، تا من به گریه شویم از لوح دل کدورت. هرچند زاری خلق بر آسمان برآمد، خون شد دلی جهانی از دیدگان برآمد. شور از زمانه برخاست، سوز از جهان برآمد. چون اقتضای تقدیر برعکس آن برآمد. شد سر به سر دعاها شرمنده اجابت. هان دلی ستمکش تا آن دو نور دیده، رخت از جهان کشیدند کام از جهان ندیده. ماییم دور از آن دو بر تن قصب دریده. دامن ز بزم چیده در کنج غم خزیده. با چشمی پر ز خوناب با جانی پر ز حسرت. ای همدمان دلسوز وی محرمان غمخوار، فکری که زین مصیبت دستم برفت از کار. در کنج خانه گیریم تا چند رو به دیوار. خواهم اگر نمودن غمهای سینه اظهار، آتش فتد به کامم بندد زبان حرارت. یا رب چی آتش است این زد در جهان شراره. در حسن شادمانی انداخت برج پاره. بس شیشه های نازوک آمد به سنگ خاره. مقراض مرگ ببرید بر هر تن فواره. تا زیر خاک رفتند پیر و جوان به نوبت. ای شاهی چرخ مسند وی ماهی مهر افسر. ای سایه خداوند وی نایب پیمبر. از گوشه کلاهت گم شد اگر دو گوهر.
ارجی تو بحر گوهر دهد مقرر. از ریزشی ثمر نیست بر نخل تازه زحمت. گر گل برفت از باغ بادا بهار باقی، ور شرف ریخت از کاخ بادا حصار باقی. چون مست می نماید در سر خمار باقی، رنجی که بینی از دهر بر خود مدار باقی. کاندر قضای یک رنج آید هزار راحت. ای فاتحی خزاین بازوی همت است تو، چشمی جهان کی باز است بر خوان نعمتی تو. طغرای فتح دارد منشور دولتی تو، شکری خدا که گسترد چتری حمایتی تو. بر تارکی خلایق ظل عطا و رحمت. شاهین که ناتوانیست در کنج غم فتاده، پهلوی ناتوانی بر خاک عجز داده. خواهد مدام از بخت دست دعا کشاده، که اقبال شاه بادا یا رب از این زیاده. از بخت هرچی جوید یابد به قدری همت. غزل مرثیه. از آشیان دولت دو طایری سعادت، کردند در یکی روز جا در ریاض جنت. زین ماتمی جگرسوز با هر که بینگرم هست، بر سینه دست افسوس در دیده اشک حسرت. چون سیل غم برانداخت بنیاد شادمانی، ماییم مانده چون موج بر سرکفی ندامت. از ناله امیران وز نوحه کنیزان، دولت سرای شاهی شد عرصه قیامت. تا نعش آن دو شهزاد شد جلوگر چو طاووس، چون ابر سیل خون ریخت از دیده رعیت. بودند آن دو زیور دور ملک سلطنت را، آن یک فروغ اقبال وین یک شکوه دولت. دردا که ارک عالی بنمود از آن دو خواری، دوران ناموافق گردونی بی مروت. از دهر اگر شرافت
بینی مباش مغرور، کاندر شرافتی اوست وابسته صد شر آفت. دری گرانبها بود آن هر دو لیک ایام، دری گرانبها را نشناخت قدر و قیمت. گر زانک شاهدی بخت جا در کناری کس کرد، بر کام دل گرفتن چرخش نداد رخصت. رفتند دوستداران بر خاک و ما بماندیم، بر خاک آن عزیزان مانند لوح تربت. گیرم به مرگ احباب طاقت توان نمودن، اما به داغ فرزند نتوان نمود طاقت. آتش به جانم افروخت داغی محبتی دوست، افتد الهی آتش در خانه محبت. یا رب تسلی بخش شاهنشهی جهان را، تا از دلی رعیت بیرون رود کدورت. ای شهریار عالم شاد باش کین دو داغ است، این یک نشان غفران وین یک دلیل رحمت. باشد وفات فرزند فضل و کرامت، اما در خوری هر کسی نیست این فضل و این کرامت. آیین کبریایی میزان عدل و جود است، رنجی به کس نبخشد بی دست مزد راحت. شهزادگان اگرچی کردند بی وفایی، باد از حوادثی دهر شاهی جهان سلامت. تنها نه خاطری تو زین غصه شد گرانبار، دوران بدوش ما نیز بربست باری کلفت. هرگه غباری اندوه بر طبع شاه بنشست، از طبع شاه دارد بر بندگان سرایت. اندر فراق فرزند بر لوح زرد تراوید، از نوگ خامه شاه این بیتی با طراوت. یک سو فراق احباب یک سو وداع جانان، یاران چه حال بر من یک روز دو مصیبت. شاهین لطایفی این یک یک نمود ادراک، تا کز لطیفه گشت واقف به حسن سیرت. دامان بی قراری بر کف گرفت و آنگه گفت از برای تاریخ یک روز و دو مصیبت. مخمس شاهین بر غزل صادق.
آنی که دروغی کلامت، پیداست زی وعده های خامت. ای شهره به خلف وعده نامت، گفتی که دهم زی لطف جامت. من بنده لطفی ناتمامت. گفتی که به کینت ستیزم، خونی تو به تیغ غم زریزم. خاکی تو به باد فتنه بیزم، گفتم زی جفا نمی گریزم. آن روز که می شدم غلامت. ای هر میژه‌ای تو چون خدنگی، زلفت چو عقابی تیز چنگی. دایم به منت چراست جنگی، هر دم چه زنی پرش به سنگی. مرغی که نمی پرد ز بامت. اکنون که ز چشم ما نهفتی، بی جرم به ترک ما بگفتی. رفتی و به بزم غیر خفتی، جام از کف دشمنان گرفتی. خون دل عاشقان حرامت. شاهین نه تو را حریف صادق، نه جام تو را شراب رایق. دردا که ز دهر ناموافق، دوری فلکی دورنگ عاشق. یک بار نمی شود به کامت.
شنوندگان ارجمند، شما گفتار 28 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.